اینستاگرام چه کسیه، چرا باید پیج ادمین اینستاگرام داشته باشن و شرایط استخدام یک ادمین برای پیج اینستاگرام چیه و چقدر باید حقوق و دستمزد برای یک ادمین در نظر بگیرید. اینا سوالاتی که بارها از من پرسیده میشه و توی این ویدیو میخوام به همشون جواب بدم تا هیچ سوال و ابهامی درباره ادمین ها وجود نداشته باشه. با من تا پایان این ویدیو همراه باشید. سلام، من محمد امین مجیدی هستم، مدیر گروه طراحی سایت و اپلیکیشن بیلینگ و خیلی خوشحالم توی یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. ادمین اینستاگرام کیه؟ ادمین اینستاگرام یک فردیه که در واقع شما پیجتون رو بهش واگذار میکنید و بهش میدید که مدیریت بکنه، کامنت ها رو مدیریت بکنه، در واقع ریکوست ها رو مدیریت بکنه، دایرکت مسیج ها رو مدیریت بکنه و در نهایت محتوایی که میخواید روی پیجتون قرار بدید رو تو تایم هایی که براش تعیین کردید باید براش ارسال بکنید و اون وظیفه داره پست شما، استوری های شما رو با اون شرایطی که تعیین کردید و با خلاقیت های خودش و کاربلدی های خودش روی پیج شما قرار بده. چرا پیج ها اصلا به یک ادمین نیاز دارن و اصلا چه زمانی پیج ها باید ادمین رو داشته باشن؟ قبل از هر چیزی میخوام این رو بهتون بگم که اینستاگرام و هر پلتفرم شبکه اجتماعی دیگه‌ای برای این هستش که شما بتونید خیلی راحت با مخاطبا در ارتباط باشید، باهاشون صحبت بکنید، جواب تک تکشون رو بدید و راحت تر باهاشون در تعامل باشید و این پاسخگویی به دایرکت ها، پاسخگویی به کامنت ها و خیلی توی شبکه‌های اجتماعی اهمیت داره و اصلا خیلیایی که میگن که ما آره دیگه نمیرسیم جواب بدیم، نمیتونیم، نمیشه و حالا دیر میشه، باز دیر شدنه یه مقداری قابل درکه به خاطر حجم دایرکت ها، به خاطر حجم پیام ها و شاید تعداد کم افرادی که باید به اون سوالات جواب بدن شاید کم قابل درک باشه. اما کسایی که به خاطر اینکه شاید اون کلاس کار پایین نیاد نمیان پاسخ بدن به کامنت ها و دایرکت ها، اینها کسایی هستن که سواد سوشال خیلی پایینی دارن، در صورتی که این کاملا اشتباهه و شما باید توی پیج اینستاگرامیتون پاسخ تک تک فالوورهاتون و مخاطبانتون رو خیلی دقیق و کامل بدید، چون فقط در این صورته که روی پیج شما یک پیج مرجع نشون داده میشه و در نهایت میتونن بهش اعتماد بکنن و در نهایت اون مخاطب میتونه بیاد از توصیه ها، محصولات و خدمات شما خیلی راحت استفاده بکنه. پس به همین خاطر وقتی که یک پیج از یک اسکیل و حجم بزرگتر میشه و طبیعتا تعداد کامنت ها، تعداد دایرکت مسیج ها، همه چی بیشتر میشه و جواب دادن به همه اونها شاید واقعا یه 24 ساعت از یک نفر زمان بگیره، حتی اگه بخواد برای هر کدوم از در واقع اون پیام ها 10 دقیقه وقت بذاره. پس طبیعتا اینجا اگر حالا بسته به موضوع اون پیج، اگر بتونه یک فردی رو داشته باشه در کنار خودش، یک ادمینی اون صاحب پیج کنار خودش داشته باشه که به سوال ها پاسخ بده، به کامنت ها پاسخ بده، میتونه زمانش رو خیلی بیشتر مدیریت بکنه و در نهایت فروشش هم از این طریق بیشتر بشه، چون تقریبا اکثر کسایی که سوال میپرسن احتمال اینکه بتونن با یک سری تکنیک ها، ادمین ها و حالا صاحبان پیج با صحبتی که میکنن، با نحوه بیانی که دارن و نحوه مشاوره‌ای که دارن بتونن اون طرف رو به فروش نزدیکش بکنن، میتونه براشون راه درآمدی خیلی خوبی هم باز بشه و فروششون چند برابر بشه، فقط با اضافه کردن یک نیرو برای پاسخگویی به دایرکت ها و مدیریت پیج. پس اینجاست که ما توصیه میکنیم که توی یک سری شرایط یک ادمین برای پیجتون داشته باشید. اما شرایط یک ادمین خوب چیه؟ یک ادمین خیلی خوب و وارد باید در درجه اول به الگوریتم های اینستاگرام و سبک تولید محتوای اینستاگرامی آشنا باشه تا بدونه که چجوری پست های شما رو بر اساس موضوع شما و بر اساس شناختی که از مخاطبای شما داره بتونه اون پست رو آماده بکنه و استوری ها رو آماده بکنه، نحوه نگارش کپشن رو باید بلد باشه و اینها جزو در واقع الگوریتم های اولیه و دانش اولیه‌ای که یک ادمین باید در مورد اینستاگرام بدونه و مهمترین بخشش هم همون بخش هشتگ گذاریه که کاملا باید بدونه که برای کسب و کار شما چه هشتگی مناسبه و معمولا مردم و حالا همکارا و رقبای شما با چه هشتگ هایی دارن فعالیت میکنن. در درجه بعدی باید با سبک محتوای شما و موضوع پیج شما و کسب و کار شما باید به خوبی آشنا باشه، باید زیر و بمش رو کاملا بشناسه، سوالاتی که ممکنه در مورد اون محصولات و خدمات اون پیج پیش بیاد رو باید کاملا بشناسه، چالش هاش رو کاملا باید بشناسه و این طبیعتا زمانی رو از شما میطلبه که قبل از اینکه یک ادمین رو استخدام بکنید یک جلسه مفهومی خیلی فوق العاده با ادمین باید داشته باشید و کاملا موضوع پیجتون رو باهاش مطرح بکنید. اگر حالا یک ادمینی باشه که قبلا سابقه ای داشته باشه که تو موضوع شما هم کار کرده که خیلی بهتر میشه و کارتون راحت تر. مورد بعدی که خیلی از همه این دوتا موردی که گفتم مهمتره اینه که باید بدونه که چطور با مخاطبای پیج شما باید رفتار بکنه. ببینید هر کسب و کاری
در واقع و هر پیجی یک نوع مخاطب داره که نحوه بیانشون، نحوه نگارششون، نحوه صحبت کردن باهاشون فرق میکنه. مثلا میگم یک پیجی که مخاطبش دکترها هستن با یک پیجی که شاید جوونای عاشق تکنولوژی توش هستن، سبک صحبت کردن و سبک ادبیات و نگارشی که شما باید توی دایرکت ها و کامنت ها داشته باشید کاملا با هم فرق میکنه و یک ادمین حرفه‌ای ادمینیه که این سبک رو بتونه خیلی خوب تشخیص بده و در نهایت موقع پاسخگویی همون سبک رو توی نوشته هاش، توی وایس هایی که میده، صوت هایی که در واقع ارسال میکنه باید رعایت بکنه تا در نهایت سوء تفاهمی با مخاطبا پیش نیاد و در واقع اثر مخرب روی فالوورهای پیج شما نباید بذاره، که باید در نهایت اون سبک محتوایی و اون سبک پیام هایی که داره ارسال میشه اون افراد و فالوورها رو به سمت فروش و استفاده از خدمات شما هم ببره. و اما خیلی از من میپرسن که وظایف یه ادمین چیه؟ ما وقتی که اگه میخوایم یک ادمین پیج اینستاگرام رو استخدام بکنیم توی قرارداد باید بنویسیم که شما چه وظایفی دارید و بر اساس اون هم باید طبیعتاً حقوق و مزایا در نظر بگیرید. خب طبیعتاً من الان تمام وظایفی که یک ادمین حرفه‌ای میتونه داشته باشه، حالا ما ادمین داریم از در واقع ادمین های آماتور که شاید تازه به این موضوع رو آوردن و دارن کار میکنن تا ادمین های متوسط و در نهایت ادمین های حرفه‌ای، که من میخوام الان بگم که یک ادمین حرفه‌ای که بخواد 0 تا 100 همه کار رو براتون توی پیج دست بگیره و انجام بده باید چه مواردی رو بلد باشه و چه کارهایی رو باید برای پیج شما انجام بده. کار اصلی که ادمین باید انجام بده و در واقع اولین کاری که باید از یک ادمین انتظار داشته باشید که انجام بده اینه که بر اساس تقویم تولید محتوایی که براش در نظر گرفتید توی ساعت و تاریخ مشخص و منظم باید پست ها و استوری های شما رو آپلود و منتشر بکنه. مهارت بعدی هم که باید بلد باشه اینه که کپشن های خوب بنویسه، که به نظر من میتونید ویدئوی 8 روش کپشن نویسی من رو اگر با هر ادمینی خواستید کار بکنید براش ارسال بکنید تا مطمئن بشید که به اشتباهاتی که ممکنه برای کپشن نویسی پیش بیاد واقف هستش و در نهایت با شناخت مخاطب و محصولات پیج شما میتونه کپشن فوق العاده‌ای براتون بنویسه. وظیفه بعدی یک ادمین هم مدیریت کامنت های شماست که بتونه سوالات در واقع مخاطبان شما، راهنمایی های مخاطبای شما رو خیلی خوب توی کامنت ها پاسخ بده، توهین ها، فحاشی ها و حالا انتقاداتی که به زبان درست مطرح نمیشه رو هم بتونه حذف کنه و خیلی خوب اونها رو مدیریت بکنه و در نهایت کسایی که انتقادهای حالا سازنده هم میکنن بتونه خیلی خوب بهشون پاسخ بده و در نهایت هم برنامه‌هایی براشون داشته باشه که بتونه حالا از دل مخاطب در بیاره و در نهایت کاری بکنه که اون مخاطب ناراضی شما تبدیل به یک مخاطب فوق العاده راضی شما بشه. مورد بعدی که خیلی باز مهمه و در ادامه همون الگوریتماست اینه که باید به هشتگ نویسی خیلی خوب مسلط باشه. باید بدونه که توی پست های شما چه هشتگ هایی باید استفاده بکنه، لیست هشتگ های مورد نظر شما رو باید پیدا بکنه، یک لیست بلند بالاش از 100 تا کلمه 200 کلمه رو باید پیدا بکنه و برای هر کدوم از پست ها و محتواهایی که میگذارید باید بتونه خیلی دقیق هشتگ های خیلی خوب و مرتبط رو هم انتخاب بکنه که به شدت میتونه به رشد پیج شما کمک بکنه و در نهایت هم باید بدونه که چه هشتگ هایی مناسب پیج شماست بر اساس اون سایزی که پیج شما داره، اون اندازه فالووری که داره، که حالا من که آموزشاشو توی بعضی از ویدیوها دادم که باید چه نکاتی رو برای هشتگ ها رعایت بکنید. و مورد بعدی هم اینه که با همه اپلیکیشن ها و نرم افزارهای مرتبط با تولید محتوا باید یک آشنایی نسبی داشته باشه. حالا نرم افزارهای کامپیوتر مثل فتوشاپ و پریمیر و در واقع فاینال کات و اینها هستش که خیلی نرم افزارهای خوبی هستن برای در واقع تولید محتوا، اما اگر حالا مسلط نبود به نرم افزارهای روی کامپیوتر حداقل دیگه باید در واقع نرم افزارها و اپلیکیشن های روی موبایل مثل اینشات و اینها رو باید به خوبی بشناسه و بتونه حداقل با این اپلیکیشن ها یک محتوای با کیفیت و فوق العاده خوب رو براتون بسازه و منتشر بکنه، که اصطلاحاً ما به محتواهای خیلی خوب هم میگیم محتوای فروشنده، محتوایی که مخاطب رو جذب بکنه، علاقه‌مند بکنه و کاری بکنه که مخاطب به محتوای شما اعتماد بکنه و در نهایت از محصول و خدمات شما استفاده بکنه. و مورد بعدی که همه نوع ادمین از حالا غیر حرفه‌ای که حالا تازه شروع به کار کرده تا یک ادمین حرفه‌ای باید حتما تو وظایفش باشه اینه که پیج شما رو به اون هدفی که قبل از قرارداد تعیین کردید برسونه. مثلا شما میگید که باید ظرف n ماه، مثلا 6 ماه، 1 سال پیج من به 100,000 تا مخاطب برسه، n تومن فروش برسه، مثلا 50 میلیون تومن فروش تو در ماه برسه و طبیعتا ادمین هم باید طوری برنامه‌ریزی کنه با شما و طوری تولید محتوا بکنه که و طوری بتونه تعامل کنه با پیج‌های همکار شما، با پیج‌هایی که میتونه به فروش شما کمک بکنه، باید تعامل داشته باشه تا بتونه این هدف رو برای شما رقم بزنه. چون این هدف خیلی مهمه و اگر هدف گذاری نکنید برنامه‌های شما کاملا از مسیر خارج
خارج میتونه بشه و در نهایت به اون هدفی که میخواید هم نمیرسید و ممکنه کلی هزینه به حالا در واقع اون ادمین پرداخت بکنید و ادمین هم حالا میگه که من داشتم کارامو میکردم، تولید محتوامو داشتم میکردم طبق همونطوری که توافق کرده بودیم، اما خب چون هدفی وجود نداشته شما نمیتونید چیزی رو در نظر بگیرید، ملاکی رو در نظر بگیرید که بگید که این ادمین پیج من رو به این نقطه رسونده یا اگر نرسونده توی اون مسیر کجای این مسیری، مثلا 50% مسیر رو رفتیم یا 70% مسیر رو رفتیم و نمیتونید یک متریک و یک المان اندازه‌گیری خیلی خوب داشته باشید. پس حتما باید یک هدف گذاری خیلی خوب برای پیجتون بکنید و در نهایت با استفاده از اون هدف برنامه هاتون رو با اون ادمین فیکس بکنید که هیچ وقت از مسیر پیج و مسیر توسعه پیج خارج نشین. و اما سوال دیگه که خیلی از من میپرسن اینه که چقدر حقوق باید به یک ادمین اینستاگرام پرداخت بشه و باز هم باید بهتون بگم که کاملا بستگی داره به رزومه اون در واقع ادمین پیجتون و اینکه چه پیج‌های موفقی قبلا داره، چقدر مهارت داره، به وظایف قبلی که توی این ویدیو بهش اشاره کردم چقدر مسلطه و چند درصد از این وظایف رو میتونه در واقع در اختیارش قرار بگیره و مسئولیتش رو بپذیره. ولی در نهایت بخوام به صورت کلی بهتون بگم یک ادمین اینستاگرام میتونه از حداقل 700,000 تومان تا نهایتا 5 میلیون تومان از شما هزینه دریافت بکنه و شاید هم بیشتر که کاملا بستگی داره به موضوع پیج شما و حجم پیج شما و اینکه باز میگم چه وظایفی رو بتونه قبول بکنه و مسئولیتش رو بپذیره. امیدوارم که نکاتی که توی این ویدیو مطرح شد خیلی بهتون کمک کرده باشه و اینکه در واقع ابهام و سوال دیگه در مورد ادمین اینستاگرام نداشته باشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید تا ویدیوهای رایگان ما بیشتر بهتون نمایش داده بشه و اگر فکر می‌کنید که همچنان سوالی دارید یا احتیاج به راهنمایی خاصی دارید حتما داخل کامنت ها از من بپرسید، سعی می‌کنم که به همشون پاسخ بدم. و اگر فکر می‌کنید که این ویدیو میتونه به دوستاتون کمک بکنه و اینکه از ما هم حمایت بکنید حتما این ویدیو رو شیر بکنید یا توی استوریاتون پست یور استوری بکنید و در نهایت این ویدیو همیشه اینجا باقی میمونه و اگر فکر می‌کنید که به نکاتش احتیاج دارید حتما این ویدیو رو ذخیره بکنید. ضمن اگر پیج ما رو هم فالو ندارید حتما فالو بکنید چون اینجا کلی ویدیوهای آموزشی رایگان برای کسب درآمد از اینستاگرام و اینترنت و اینها قراره براتون بگذاریم. خیلی ممنونم ازتون. ارادتمند. خدا نگهدار.